میگن شب یلدا را تجلیل نکنین به خاطر که پیغمبر اسلام او را تجلیل نکرده بود. تاریخچه اسلامی نداره و تجلیل کردن ازش سبب ناراحتی خدا و رسولش میشه. یک سوال دارم، چرا هر چیزی که پیغمبر اسلام او را تجلیل نکرده دفعتاً باید حرام حساب شود؟ پیغمبر در وقتش شتر سوار میشد، ما در زندگی امروز خود موتر سوار میشیم و با طیاره سفر میکنیم. پیغمبر زیر چراغ شمع میشیشت، ما زیر چراغای LED میشینیم و در مورد اندازه اسکرین های تلویزیون خود کاتگوری سیالی و شریکی داریم. پیغمبر با دست نان میخورد، ما با قاشق پنجه نان میخوریم. مگر کل ازی حرام است؟ اگر نیست پس چرا وقت سر شادی و خوش بودن مردم میرسه دفعتاً در فکر جهنم و گناه میفتیم؟ فکر میکنم مشکل دایی است که همه چیزی که زندگی را زیبا و دلچسب و رنگین میسازه از چشم شما گناه به نظر میآید. شادی، گل، خوش بودن، زندگی کردن، خندیدن، تمامش بر شما حرام است، تمامش بر شما گناه است. باز وقت خودتان از حج میایین خوش دارین که گلباران شوین، موترتان گلپوش میکنین، شارگشت میرین که نشان بدین که این حاجی صاحب آمد. مگر پیغمبر شتر خود گلپوش میکرد؟ اگر نمیکرد فکر نمیکنین که شما از دین تفسیری را که خودتان میخواین داشته باشین امو تفسیر دارین و باز وقت سر دگرا میرسه امو تفسیر استفاده میکنین که مردم خفق کنین و نمانین که زندگی بکنن. حالا بیاین با هم کمی جدی شویم. درست است که جشن یلدا شاید تاریخچه اسلامی نداشته باشه، اما در تاریخ و فرهنگ ما مردم است و بسیار کلان هم است. یلدا یک جشن است برای گرد هم بودن، برای تجلیل از زندگی کردن، خوش بودن و شاد بودن. دین برای ساختن زندگی آمده، نه برای اینکه شما او را استفاده کنین که دل مردم از زندگی سیاه بکنین. اگر واقعا شما به دین خود باور دارین بگذارین که مردم زندگی خود کنه، شما برین دینداری تانه بکنین و دینتان استفاده نکنین که خوشی های مردم ازش سلب بکنه. غیر از او با این کاری که میکنین خودتان در بیخ و در ریشه اونمو باورتان تیشه زده میرین.